شایستی که ما با سیاوش کردیم به نظر من به شدت سخیف و اشتباه بود. اونجا 30 دوربین مداربسته وجود داره که ما همه رو بررسی کردیم، به خاطر اینکه قانون برنامه این هست اگر کسی برخورد فیزیکی داشته باشه همون لحظه و همون روز اخراج میشه. سیاوش یک رفلکسی از خودش نشون داد که هیچ برخورد فیزیکی با صورت و بدن خانم ترانه نداشته. خونت علیه زن رو روش بگذاریم به نظر من بسیار زیاده روی و بسیار اغراق‌آمیزه. فرض مثال سیاوش یک رفلکس آنی رو از خودش نشون داده، حالا یک برخوردی با لباس پالتو بسیار ضخیمی، چون اون شب‌های سردی ضخیم داشته که خب اینطوری دیده شده از یک باشه. اونجا داریم میبینیم که هم نوع به هم نوع خشونت بسیار بیشتری رو اعمال میکنه. سیاوش بسیار پسر خوشقلب، مهربون و فوق‌العاده‌ای